سلام. به قسمت دیگه از هفته نامه پاد ریویو خوش اومدید. توی این قسمت میخوام باهاتون در مورد کتاب خصم نوشته امانوئل کارر و ترجمه ابوالفضل اللهدادی که نشر مد اون رو چاپ کرده صحبت بکنم. کتاب خصم کتاب جنایی واقعی هولناک از امانوئل کارر که توی سال 2000 منتشر شد. این کتاب میاد به زندگی و در واقع جنایات ژان کلود رمان میپردازه، مردی که نزدیک به 2 دهه دروغ خیلی بزرگ گفت و با اون دروغ زندگی کرد و در نهایت هم دست به جنایت غیر قابل تصوری زد. تو خلاصه داستان باید بگیم که ژان کلود رمان در ظاهر یه پزشک محترم، یه همسر مهربان و وفادار و یک پدر خیلی خوب بود. اون به خانواده و دوستانش گفته بود که به عنوان یه محقق ارشد پزشکی توی دفتر سازمان بهداشت جهانی WHO توی ژنو کار میکنه. اما حقیقت این بود که رمان اصلا پزشک نبود. سال دوم رشته پزشکی امتحاناتش افتاده بود. از اون موقع ترک تحصیل کرده بود و 18 سال این دروغ رو داشت زندگی میکرد و حقیقت رو از همه پنهان کرده بود. برای حفظ این دروغش هم داستان‌های مختلفی میبافت، مأموریت‌های خیالی میرفت، ساعت‌های اضافه کاری دروغینی رو میموند و حتی ساعت‌ها رو صرف خوندن ژورنال‌های پزشکی میکرد تا اطلاعات نسبتاً قانع کننده‌ای داشته باشه وقتی که داره با دوستانش صحبت میکنه. برای تأمین هزینه‌های زندگیش هم در واقع از خانواده‌اش کلاهبرداری میکرد به اسم اینکه داره برای اونها سرمایه‌گذاری میکنه، از اونها پول میگرفت و این پول‌ها رو خرج میکرد. اما در نهایت وقتی که حلقه دروغاش کم تنگ‌تر شده و خطر فاش شدن حقیقت دیگه خیلی بالا گرفته بود، یه تصمیم خیلی وحشتناکی گرفت. اون اومد تو تاریخ 9 ژانویه 1993 همسر، 2 فرزندش و پدر و مادر سالمندش رو کشت، به قتل رسوند و بعد هم وقتی که اقدام کرد تا خودکشی بکنه، خودکشیش ناموفق بود. روایت کارر از این داستان تنها بازگویی این جنایت نیست، بلکه در واقع داره جستجوی عمیق و روانشناختی میکنه توی ذهن رمان. اون به این بررسی میپردازه که در واقع فریب، پوچی وجودی و توانایی ترسناک انسان توی زندگی کردن با یه دروغ چطور شکل میگیره و چطور کار کرد داره. برخلاف رمان‌های جنایی معمولی، در واقع کتاب خصم اثری تأمل برانگیز و فلسفی که خواننده رو وادار میکنه درباره ماهیت دروغ و حتی خودفریبی یکم بیشتر فکر بکنه. این کتاب به شدت تکان دهنده است، مخصوصا به خاطر اینکه داستانش ماجرای واقعیه و زندگی دوگانه این شخصیت ما رمان رو خیلی دلهره‌آورتر هم میکنه این واقعی بودنش. کارر با ترکیب روزنامه‌نگاری تحقیقی و داستان نویسی ادبی اومده یک روایت نفسگیر و عمیق رو خلق کرده که تأثیر اون تا مدت‌ها توی ذهن خواننده میمونه و به شما توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بخونید.